خواهش میکنم اگر که همینجا ضبط شده باشه همین سخنهای ما را ضبط کنین، همون محمد انصاری در رسونین. در تاجیکستان ما هست دیسک کلوب هایی که کابل دوشنبه کسی که دیده باشه طرف 102 رفتنده اونجا هم ما جای ممنون همین جای وحشتگیه که مردای تمام دنیا میآیند در اینجا جای استراحتگاه دخترای تاجیک استفاده میبرن مردا. این ممکن است در تاجیکستان ممکن است که دخترها در مکتب مینی یوبکا به درجه میپوشن که اگر ببینین بعد با چشم خود باور میکنین. همه اینا ممکنه، فقط همون یک رومالی که ما در سر میکنیم همون مدام ممکن نیست. ما خواهش میکنیم نمیتونیم در آمده قطعی و مرد صحبت کرده یا که در همون روز اگر هستن اینجا زنکا ما مصلحت کردگی هستیم میتونن که میبروین صحبت میکنن ولی انشالله تشکیل کرده هستیم که همیرم باید بگون که شما هم نگین که زنهای خیلی میپوشن و خیلی اون مخصوص تشکیل کردگی هست. همه خیلی که مردا را به آبرو کردن همون سفیدا را مثال همون ملاها را حاضر همین خیلی مبارزه را سپیسته فقط دو سه دختر میقپن میپشونن یک دو رومال یک دو وای میکنن نشان میتن در تلویزیون هم خیلی چیزا را نشان دادن حاضر به درجه اولیش سخت رسپیسته میگن که نه کی دیده است یا که کی چی میکند هست همی یک نوار در تلفن ضبط کردن همی بچه های همی بزرگ ضبط کردن همی را خواهش کردن که پرتوی نمیدونم خیلی چی خیلی میپرتین ولی راهش همی و بیم نصیب باشه همی را نمیپرتوی من وای نمیمونم به خدا. همون مردی که اوزی گفت که تنگ میپوشن ای خیلی میپوشن یکم کس همی کسی که همی هر رومال کرد که خدا خودش شر میکنه هیچ وقت تنگ نمیپوشه تو چند یازی در همی گرمی پلدنای برامدگی کرتوی شدی خشرو دختگی کسی که سطر میکنه همی خیلی میپوشه این یک بدنام کردن یعنی زن هسته چی بلای به سر ما آمده که فقط زنای تاجیک بدنام کردستن. نمیدونم خیلی همی برادرای التماس شما همی سخنام ضبط کنین نمیتونم گرزده همون روز یک وایشته بود نتونستیم سخن کرده